باباجان خسروم در مهاجرت در روسیه است. خوشنامانم با رفیق خسروم رابطه دارد. هر باری که خسروم زنگ میزند خوشنامانم با سخنهای قبیح و بد تلفن را خاموش میکند. آن مرد در همسایگیمان زندگی میکند. خوشنامانم چیزی که در خانه باشد گرفته میبرد. یک روز در حالی که با تلفن صحبت میکرد من با تلفن خودم صدایش را ثبت کردم. بابا جان به من مصلحت دید که آیا این ثبت و این خبر را با خسروم رسانم یا نه. بابای حاجی شوهرم پیوه بیز الکگل نمیخورد. این حلال است یا نه؟ و ناسش را پرتافته به طهارت کردن نماز میخواند. این درست است یا نه؟ سوال دیگری که آمده است، آیا پیامبرمان خدا را دیدگی هست یا نه؟ من زن و فرزند دارم. یک زنی هست که پسری معیوب دارد. مدت 5 سال می شود که نگاه و بینشان میکنم. من میتوانم که همان زن را در نکاح هم درآورم. اینجا در سوال داده است دیگر کسی که بابا جان من در شهر خیتای هستم. در نزدیکی همون یگان آشخانه حلال نیست. در یک آشخانه خوراک میخوریم که گوشت خوک هم دارد. با همان کولیزی که خوراک گوشت خوک را میبردارد با همان خوراک حلال میبردارد. در همین حالت خوراک ما حلال است یا حرام؟ سوال دیگری که آمده است، آیا پیامبرمان خدا را دیدگی هست یا نه؟ سوال دیگری که اینجا آمده است برادر عزیز چی بوده است؟ آیا پیامبرمان خدا را دیدگی هست یا نه؟ در صحیح مسلم برادر عزیز ابیذر غفاری میگه پیامبر پرسیدم هل رأیت ربک؟ پیامبر نازنین خدا را دیدی؟ قال پیامبر چی گفت؟ رأیت نورا. من در شب معراج فقط چیکار کردم؟ نور دیدم، پرده های نور دیدم. یعنی من هیچگاه با چشم الله را ندیدم بلکه پرده های از نور دیدم. حضرت عایشه مادرمون هم پرسیدند یا امتاه هل رأى محمد ربه؟ حضرت عایشه مادرمون پرسیدند که ای عایشه آیا پیامبرمون الله را دید یا نه؟ پیامبرمون مادرمون چی جواب؟ فقالت لقد کف شعر مما قلت. گفت از همین سؤال تو کردی موی بدنم راست شد. موی بدنم راست شد. بعد گفت این انت من ثلاثین. پیامبرمون حضرت عایشه مادرمون گفت در کجای باشین نباشین اگر سخنی را سه سخنی را که شنیدین از نام پیامبر اگر همین را به پیامبر نسبت دیم باور نکنین. یک تاش چی بود؟ یک تاش همین گفت من حدثک ان محمد رأى ربه فقط کذب. کسی گوید که محمد خدا را دید به تحقیق وای دروغ میگد. و آیتی را آورد لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر. گفت الله گفته است که هیچ کس هیچ چشم را نمیبیند لیکن من همه چشم ها را میبینم. دیگر چیزی را که گفت عایشه مادر ما سه چیزی را که اگر به پیامبر نسبت هم باور نکنی یک تاش همین بود. گویند محمد خدا را دید یا اگر کس دعوا کند که محمد خدا را دیدگی است باور نکنید. گفت زیرا کسی گوید محمد خدا را دید او دروغ میگه. دوم گفتن که من حدثک انه یعلم ما فی غد فقط کذب. کسی گوید که محمد از پگاه آگاهی دارد ای فرد آگاهی دارد یعنی از علم غیب آگاهی دارد باورش نکنید. گفتن باور نکنید. ببین و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. عایشه مادرمون میگه آیت آورد هیچ کس نمیداند که فردا حال چی هست. برای همین گفت اینا باور نکنید. سوم گفت
من حدث انه کتمه فقط کذبه ثم قرأت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. از سوره مائده رواد. گو اگر کسی گوید که پیامبرمان انا سخنی از قرآن را پوشیده نگه داشته است، نگفته است به مردم، یا یگان علم را که یا وحی را که از نزد الله آمده است او را به مردم نرساند، کتمانش کرد، پوشیده نگه داشت، باور نکنیم. چیزی از نزد الله آمده بود همشه به گوش مردم رسانید. خلاص برادر عزیز، پیامبرمان الله را دیدگی نیست. خب سوال دیگر، بابا جان خسروم در مهاجرت در روسیه است. خوشنامانم با رفیق خسروم رابطه دارد. هر باری که خسروم زنگ میزند خوشنامانم با سخنهای قبیح و بد تلفن را خاموش میکند. آن مرد در همسایگیمان زندگی میکند. خوشنامانم چیزی که در خانه باشد گرفته میبرد. یک روز در حالی که با تلفن صحبت میکرد من با تلفن خودم صدایش را ثبت کردم. بابا جان با من مصلحت دید که آیا این ثبت و این خبر را با خسروم رسانم یا نه؟ بسیار به مصلحتتان احتیاج دارم. اگر سخنهای قبیحی که این خوشنامان تو میگوید معلوم است که وقتی که با خودش یک مثل خودش یک ناکس و پلیدی را که یافته است، دیگه که با شوهر اول معاملش دیگه همین میشه. آدم حرام خواه مرد باشد خواه زن باشد که خصلتاش و رفتارش همین میشه خواهر عزیز. لیکن شما وقتی اگر صدای را ثبت کرده باشین بهتر همینه که به فرزنداش بگین، فرزنداش را بتین همون را بگذار گوش کنن. این کار شما که کلین مردم در خانه خسرو خوشنامان خودش در یک حالت بسیار ناگواره. میدونین که اگر این کار طرف شما شود دیگر این خیلی مقصد هیچ کس را باور، حتی اون شوهرت باورت نمیکند. زیرا تو کلین در این تاجیکستان ما در هر خانه به حیث فرزند، به حیث یک آدمی که در همون جا بگیم خیر میخواه قبولش ندارن. برای این شما این را اگر فرزنداش آدمای با ناموس و با ننگ باشد فرزنداش تینو پیش راه مادرش گیرن. چیکاری که ما اهل خانواده کنن اونها کنن، شما کار نگیرین خواهر عزیز. زیرا که این در زندگی و در مابعد شما بسیار خطر کلان دارد. بابای واجی شوهرم پیوی بیز الکگل نمیخورد، این حلال است یا نه؟ و ناسش را پرتافته به طهارت کردن نماز میخواند، این درست است یا نه؟ هر کسی ناس میکشد. من چندین بار این چیزها را بیان کردم. برادرای عزیز، شما از سر نو طهارت کنید، فقط استنجا نکنید، یعنی مستحب نکنید، بین پاتون نشوید، دیگر همه اعضاتون بشوید بعد استعمال ناس. ولی برای خریدن ناس شما مبلغی که در خریدن صرف میکنین پیش خداوند گناهگارید. زیرا پیامبر میگه کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود. آن مبلغی را که من برای نفقه فرزندات میتم تا از او گرفتن ناس و سیگارت میکشی، برای گناهگار شدنت پیش من همین بسه. صاحبای کتاب میگه اگر اون خلطه ناس در برت باشه نماز گردنت ساقط میشود یکی ثواب نمیگیری. ولی مسئله انا پیوی بیز الکگل اکو در دولت‌های مثل دبی، مثل پاکستان، عربستان همون ماء الشعیر به معنای آب جو اصلا یک چیزی تبابتی های. من دیدم حتی همون شربتایی که همین از جو می اومد، از ایران می اومد، از پاکستان می اومد، از عربستان می اومد، با در بالاکش همین تا نویسندگی بود که حلال. برای همین شما نگاه کنید که اگر یگان فایز در ترکیبش اگر مقصد
اما الکگول نداشته باشد، سپیرت نداشته باشد و یا نوشیدنش جایزه. لیکن نگاه کنید که استحصالش اگر به شرط باز همین دولت های اسلامی باشد این بهترین میشود و الا هر چیزی که شبهه دارد پیامبر میگه دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چیزی شما را در شبهه میاره ترکش کنید، ترکش کنید، زیرا شاید که و یگان چیزی شبهه آمیز اصلا خود آب جو خوردن گناه نیست، لیکن ما نمیدانیم که طریقه تیار کردن او مثال در داخل او راست دروغ این شکلی نمیدانیم، این علاقه عبارت از شبهه می شود، برای همین ترکش کنیم بهتره. ولی اگر به شرط هم تمغه حلال نویسندگی باشند دیگه و یگان شبهه نداره. چلی که در همین گوشت ها، در اکرچکه ها، در همین وقت تمغه حلال که می آید ما حق خوردنش داریم دیگه. ما را که گارانتیش گوییم، من زن و فرزند دارم، یک زنی هست که پسری معیوب دارد، مدت 5 سال می شود که نگاه و بینشان میکنم، من میتوانم که همون زن را در نکاح هم درآورم. یعنی این برادر ما کسی باشد یک زنی را که فرزندی معیوب دارد، همون را مقصد فرزندش نگاه و بین میکنه، مبلغ گذاری میکنه، دستگیری میکنه. البته و اگر آدم بیگانه باشد چی باکی نداره، شما میتونید که مقصد اگر نیتی زنگیری داشته باشین شما وای میتونید در نکاحتون درآورین و خوبتر میشود که مقصد فرزند او را نگاه و بین میکنین. با خدا اگر دامن یگان فرزند دیگر تون بتد اینهاش هم مقصد هم این زن با یک مثال یک نفری با نگاه و بین کننده پیدا میکند. اینجا خیلی مثال کارهای نیکش زیاده، برای همین اجازت هست برادر عزیز که شما مقصد اگر وای نکاح کرده بگیرید. اینجا در سوال داده است دیگر کسی که بابا جان من در شهر خیتای هستم، در نزدیکی همون یگان آشخانه حلال نیست، در یک آشخانه خوراک میخوریم که گوشت خوک هم دارد، با همان کولیزی که خوراک گوشت خوک را میبردارد با همان خوراک حلال میبردارد، در همین حالت خوراک ما حلال است یا حرام؟ اجازت نیست برادرای عزیز که در ظرف هایی که مثال گوشت خوک میپزند در حال در همون گوشت باز اگر حلال بپزند شما یا کولیزی که از اونجا میگیرد خوراک حرام میبردارد از اینجا با خوراک حلال و یا اجازت نیست خوردن. برای همین حرکت کنیم برادرای عزیز که در هر جایی که اگر همین آشخانه نباشند شما از خوردن ماهی و خوردن تخم و از چیزهایی که مقصد از شبهه خالیان از اینا استعمال کنید. نخورین مقصد میلش یک روز است یک هفته است، اگر همون گوشت هم که نخوردین خدا خواهد دیگر ایواز کننده ها بسیار چیزهایی هست که امروز شما میتونین از و میوه ها را میتونین استعمال کنین. از اینها استفاده برین و هیچگاه به این چیزها نزدیک نشوین برادر عزیز و گرامی.